سلام، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که اوقات و ایام به کام باشه. این ویدیو مارکت آپدیت ماه می 2025 هستش که امیدوارم به شما کمک کنه اطلاعات بهتری نسبت به مارکت ریال استیت داشته باشید. در واقع فروش خونه توی ماه می کم بوده و تعداد لیستینگ ها توی مارکت خب خیلی بیشتر بوده و در واقع قدرت در دست خریداراست. همچنان قیمت ها همچنان فلت هستن، اما قدرت چانه زنی خب مسلما بیشتر شده. اگر که بخوام عدد بهتون بدم، تعداد خونه هایی که فروش رفته توی ماه می 2733 تا هستش که در واقع 20% کمتر از می سال گذشته هست و خیلی زیر در واقع اوریج عددی هستش که ما توی 10 سال گذشته دیدیم. اگر که نگاه بکنیم به تعداد لیستینگ های جدید، همچنان لیستینگ های جدید افزایش پیدا کرده و 6300 تا لیستینگ داریم که جمعاً اکتیو لیستینگ ها رو به 13600 تا میرسونه و این در واقع یکی از بهترین و بالاترین عددهای لیستینگیه که ما توی چندین سال اخیر داریم میبینیم. دوباره این نشون میده چقدر مارکت برای خریدارا به نفع خریداراست. اما نمیخوام حوصله‌تون رو سر ببرم، بریم سراغ عددهایی که میتونه به ما بیشتر کمک کنه ببینیم مارکت به چه سمت و سوی هستش. Sales to Active Listing Ratio در واقع یه نسبتیه که تعداد فروش ها به لیستینگ های اکتیو رو نشون میده که اگر این عدد زیر 12% باشه به ما نشون میده ما توی مارکت خریدار هستیم و خریدارا قدرت بیشتری دارن. اگر که بین 12 تا 20% باشه نشون میده که ما توی مارکت فروشنده هستیم و فروشنده قدرت بیشتری دارن و این بیتوین میشه در واقع یه مارکت بالانسی. بنابراین هر چه نزدیکتر به 12 یا زیر 12 باشه به نفع خریدارا. اوورال توی همه سکتورها این عدد 13.14% رو نشون میده و برای دیتچد هومز و هاوسز این عدد هست 10.2%. برای تاون هاوس ها هست 17.4% و برای کاندوها 14.7%. اگر بخوام بگم توی کل سکتورها ما خیلی نزدیکتریم به مارکت بایر. برای دیتچد ها، خونه های هاوس و سینگل فامیلی هوما ما 100% توی مارکت خریدار هستیم و برای تاون هاوس ها خیلی نزدیکتریم به مارکت فروشنده و البته ما بیشتر تو مارکت بالانس هستیم. برای کاندوها یه چیزی این بیتوینه، نزدیکتر به مارکت خریدار و یه کمی هم بالانس، بستگی داره چه شهری باشه. یه سری اطلاعات دیگه که میتونه به دردتون بخوره اون هم هست بنچمارک پرایس که این عددی که من براتون حالا در موردش صحبت میکنم این واسه کلیه سکتور هست و یه جوری اوریج در واقع سینگل فامیلی و تاون هاوس ها و کاندو ها هستش. بنچمارک پرایس توی می 2025 بوده $1,177,000 و اگر بخوایم مقایسش کنیم با 3 سال پیش نشون میده که ما 6.2% کاهش قیمت داشتیم توی کلیه سکتورها و با 5 سال پیش مقایسش کنیم 26.9% افزایش قیمت ما داشتیم و توی 10 سال گذشته 52.5% ما در واقع افزایش قیمت داشتیم که این نشون میده اهمیت در واقع لانگ ترم بودن اینوستمنت ما توی ریل استیت. من همیشه با همه شما عزیزا که صحبت کردم این نکته رو سعی کردم بهش اشاره کنم. اگر که قرار خونه بخرید هرچی باید بهش زمان بدید که مطمئن باشیم ما در واقع اینوستمنت موفق خواهیم داشت. الان قیمت ها خیلی مناسبه، بازار مناسبیه برای خریدارها. اگر که ملکی دارین میخواین بفروشین و در واقع میخواین آپسایز بکنین همچنان بازار به نفع شماست، چون در واقع توی ملک کوچکتری که قرار فروش داشته باشین و ملک بزرگتر بگیرید در نهایت توی ملک بزرگتر شما صرفه‌جویی بیشتری خواهید کرد. اما اگر که ملکی ندارید که حتی الان بفروشید، صرفاً مارکت به نفع شماست توی خریدتون
الان من اکتیو کلاینت های عزیزی که باهاشون کار میکنم، وقتی میریم خونه میبینیم خیلی اوقات با ما فالوآپ میشه در اینکه آیا ما مشتاقیم آفر بذاریم یا نه. اینقدر سلرها بعضیاشون در واقع دنبال فروش خونه هاشون هستن به خاطر اینکه لیستینگ زیادی توی مارکت داره. اگر که فکر میکنید الان زمان مناسبی است براتون، داون پیمنتتون آماده است، مورگیج خوبی میتونید بگیرید. الان یکی از بهترین زمانهای ریال استیت. یه نکته دیگه که میخوام بهتون بگم و مطمئنم حتما در موردش شنیدید اینه که برای فرست تایم هوم بایرها در واقع GST برای زیر 1 میلیون کامل هست شد و برای بین 1 تا 1 میلیون partially exempt میشید. مثلا اگر قرار باشه در واقع 1,250,000 خریدتون باشه 50% GST رو باید بدید. 1,500,000 کل GST رو باید بدید. اما زیر 1 میلیون کلا GST نباید بدید. خونه های مووین ردی توی مارکت الان تخفیف های فوق العاده دارن به خاطر اینکه دیولپرها مدت زیادیه این مارکت اسلوی بوده و اینا خونهاشون ساختن، خیلیشون آمادن که در واقع آدما برن توش ساکن بشن و اینا میخوان از این پروژه بیان بیرون برن سراغ پروژه های دیگه. فرصت خیلی فوق العاده ایه. تاونهاوس‌های زیر $700,000، زیر $800,000، زیر $1 میلیون، 2 خوابه، 3 خوابه، 4 خوابه، قیمت فوق العاده توی مارکت الان هست. بستگی داره توی چه منطقه‌ای بخواید خرید بکنید. اگر دنبال اساینمنت هستین آدمای زیادی هستن که پروژه‌های پریسیل رو چندین سال پیش با قیمت‌های بالای خریدن و اونها الان میخوان اساین بکنن بخاطر اینکه نمیتونن کامپلیت بکنن. اگر دنبال هر کدوم از این دیلا هستید من توی شهرهای متفاوت دیلای خوبی سراغ دارم. یا حتی اگر در مورد ریپورت ماه می سوالی دارید و کاری در واقع از دست من برمیاد و میتونم به شما راهنمایی بکنم، خیلی خوشحال میشم که با شما در ارتباط باشم و چه صورت ماهتون رو ببینم چه که صدای ماهتون رو بشنوم. امیدوارم که روز و هفته و ماه خوبی داشته باشید تا ماه آینده. فعلا خدا نگهدار.